Assalomu alaykum do'stoni aziz. Akoy Abbos oyista oyista az hamon Federatsiya Rusiya yoki az musofirat maktubҳо гирифтанро оғоз кардан. Баъзе бародарон маро хоҳиш доранд ки ҳамон амонатҳои моро бурда ба Акои Аббос супорида бошад. Акои Аббос имрӯз боз як бародари азиз ба шумо як мактуби дигар фирсодам. Вале ба таври шакли пешина небу маро хоҳиш карданд ки яъне маблағ ба маблағи 50 сомонӣ ба шумо ҳадия карда бошам. این برادر عزیز از نام برادر عزیز بهروزجان از دهه پنجرود نام کانالشان بهروز شکوروف است. دوستای عزیز تا به امروز من خودم را شخصی هنرمند می‌حسابیدم. پس از آنکه با این شخص رابطه دوستی پیدا کردم دیگر از همین سخن زبانم لال ماند، زیرا که هنرهایی که همین شخص دارد از من بالاتر می‌ایستد. دوستان عزیز در کانال همین شخص تماشا کنید. اگر بعضی نوارهایی که همین شخص می‌گذارند با شما معقول نبیاید، شما در را با یک خلاصه نامعین نبیاید، زیرا که آنها رو فهمیدن ممکن است هموطنانی هستند که من فکر میکنم در درون قفس هستند. این معنی چی رو دارد؟ من یک شخصی آزاد هستم، من میتوانم از کوه پشت نوار گیرم، میتوانم با عباس یک نواری خوب کرده باشم یا اینکه از کسب و هنرهای خودم یک نوار کنم. و شخصان حتما به شما وعده میدهم که دوستای عزیز وقتی که به تاجیکستان عزیز که اومدن نوارهای خوب و بهتری پیشکش شما میگردونند، نخود نه ارزد وقتی که هزار یک کانال های فحشا و کانال هایی که شخص رو از راه بیراه میکند در آینده انسان یگان منفعتی نمیبیارد، نخود نه ارزد که انا میخواد برادران جانفدای مردم، برادرانی که اصیل هستند به خاطر که برای مردم یک خدمت کرده باشند هنری خود را پیشکش کنند یا اینکه یک از طبیعت بهشت‌آسای دیار یک پیشکش خوب کرده باشند، نخود نه ارزد که همین خیلی کانال ها را هم دستگیری کرده باشیم. به همین خاطر دوستان عزیز دروید پادپیسات کنید. بهروزجان شکوروف دستتون در نبیند. انا آن امانتی که از ما خواهش کردید به مبلغ 50 سومونی ما با اکوی عباس میسپاریم. دوست عزیز خواهش کردن که سرودی از آن روزی که مردن رو به چشم خود عیان بینی رو ما پیشکش مخلصان و پیشکش اکوی بهروزجان شکوروف کرده باشیم. و اون نواری که ما غافل اکوی عباس رو واخوردیم، 3 روز از این پیش واخورده بودیم، با موی سر بودن. امروز اکوی عباس از خرسندی موی خود را تراشیدن. به همین خاطر نواری کله پوسیده از تن جدا رو میخونید اکوی عباس. ما این نوار رو با اکوی بهروزجان روی میکنیم. در کانال خودی انمون بهروز شکوروف میتوانید تماشا کنید کله پوسیده از تن جدا رو. من اکوی عباس جان خوشی بدنتون شود، حق و حلالتون بود. مخلصای عزیز شما رو دستگیری دارن. یک دعای نیک میکنید سرودی از آن روزی که مردن رو به چشم خود عیان بینی پیشکشی مخلصان. بهروزجان شکوروف رحمت شما و ما همین امانت رو گرفتیم. سرودی ما برای شما. سرودی ما برای شما. طاعت کنید. چشمی خواب یام بینی چشمی تو ما قد آبی حسرت را روان بینی
یاید جانبی خانه سر در خدمت و زندر کناری دیگران بینی شاهنشاه که در تختش زاران پاس بالا داشت رویگر بر سری قبرش باره استخوان بینی سخاوت کن در این عالم که خود را در سخاوت در پیشتی جاویدان بینی سلامت باشه دستتون درد نبینه نه یا دوکره دکی بیروزونه چه دو کنم چه دو خودو کشویش دیگه خداوند کشایش دست شونم مهنتو رواج شد مهنتاشون راحت شد امین الله اکبر دوستای عزیز انا اکنون سرودی کله پوسیده اصلا جدا رو میتوانید در کانالی بهروز جان شکوروف و فکرم بهروز شکوروف نویستگی است در روی تماشا کنید. من سینکاش رو در زیر کامنتر ذکر بکنم در روی دوستان عزیز دستگیری کنید. حتما از نام اکوی بهروز جان من وعده میدیم که همون شخص وقتی که تاجیکستان اومدن در خدمت خلق و وطن و ملت خودشون حتما خواهم بود.